دوستان گلدن باکسی، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. خب یه صرافی ایرانی یه اردراپ خیلی قشنگی گذاشته، جالب بود واسه خودم و گفتم ویدیوشو بگیرم. اسم صرافیم بیت 24 هستش و این رباتشو من لینکشو داخل دیسکریپشن براتون میذارم و وقتی روی لینک بزنید ربات تلگرام واسه تو میاد بالا. با موبایل بعد اینو انجام بدید و روی این پلی کلیک میکنید. وقتی رو پلی کلیک کردین بعد ثبت نام کنین. ثبت نامش کار خاصی نداره، یعنی اصلا کلا میاد بالا با همون اسم در واقع آیدی تلگرامتون ثبت نامتون انجام میشه. چیزی نیست که بخواید بگید سخته. خب دوستان، تنها کاری که شما باید انجام بدین، از چند تا طریق میتونید شما این ایردراپ رو شامل حالتون بشه. خب در واقع از طریق پیشبینی بیت کوینه، یعنی شما باید چارت بیت کوین جلوتون باشه و به سیستم بگید که داخل 5 ثانیه بعد خب پیشبینیتون رو انجام به رایگان هم هست این ایردراپ. و حالا میریم تمام آیتماش رو با هم دیگه بررسی میکنیم و میبینید چه چیز جالبیه. بیت کوین رو شما میتونید داخل تایم فریم 1 دقیقه بذارین و بیاید بهش بگید که افزایشی میشه تو 5 ثانیه آینده یا کاهشی. مثلا اینجا برای ما نوشته که شما اگر روی این بزنید افزایشی، پیشنهاد خودتون رو میزنید. خب مثلا من الان کاهشی رو میزنم، ببینیم چه اتفاقی میفته داخل 5 ثانیه آینده. خب همینطور که میبینیم بیت کوین صعودی شده داخل اون 5 ثانیه و در واقع من این مرحله رو 8 شانس دیگه دارم. حالا بهتون میگم چجوری شانساتون رو میتونید افزایش بدید. الان افزایشی رو میزنم، ببینیم چه اتفاقی میفته تو 5 ثانیه آینده. خب اینجا هم میزنه، نگاه کن 2500 تا سکه برنده شدم، میبینین؟ و منتظر میمونید دیگه. میگم بعد 4 تا هی نگاه کنید و سریع حالا همینطور هم میتونید بزنید. خب مثلا دوباره من افزایشی رو الان میزنم، ببینیم داخل 5 ثانیه آینده چه اتفاقی میفته. و هیچ اصلا موند سر جاش، یعنی در واقع فونسا عمل کرد. و کاهشی رو الان میزنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب پس شما میتونید اینو یاد گرفتید. حالا چی جوری این تعداد شانسامون رو ببریم بالاتر؟ خب اگه دقت کنید کاهشی بود و 2500 تا سکه دیگه من برنده شدم. رو خود این به علاوه کلیک کنید. خب این به علاوه‌ای که اینجا هست، بذارید من بهتون نشون بدم. این به علاوه، خب روش کلیک کنید، میبینید که من الان 29400 تا در واقع انرژی بگیم دارم. خب میتونم 25000 تاشو بدم 10 تا بگیرم، 12500 تاشو بدم 5 تا بگیرم و 5000 تا بدم 2 تا بگیرم. خب اینا دیگه بستگی به در واقع اون روندیه، اون هوشیه که شما دارین. اوکی که کدوم یکی از اینا رو انجام بدین. و حالا گیریم که شما شانس‌های اشتباه میزنید و این انرژیتون تموم شد. خب هیچ موردی نداره. شما اگر بیاید این پایین کلیک کنین، روی این بیت بات کلیک کنین، همینطور که میبینین. حالا اینو من نمیدونم، من تو روز اول اومدم داخلش، این 50000 تا روزانه است یا هفتگی، اینو من نمیدونم. همینطور که روش کلیک کنید میبینید داره انرژی من میره بالاتر و میتونم تعداد شانس چیکار کنم؟ خریداری بکنم. اوکی، این از این. روش کلیک میکنید و به اون انرژی شما در واقع اضافه میشه. خب اگه دقت کنید اینجا نوشته بازی و این طرفش هم نوشته جوایز. اوکی، من رو قسمت جوایز کلیک میکنم. همینطور که میبینید خب جوایزی که میده به نفر اول $100، به نفر دوم $50، به نفر سوم $10 و نفر چهارم تا دهم $5 دیگه. دلار هم الان شده 90 و خورده دیگه خودتون ببینید دیگه چقدر میشه. و نفر 11 تا
200 $1 میده. اوکی. حالا بعد دیگه میبینید من الان 6 تا الان درست گفتم، اینجا این عدد منه، 6 بار درست گفتم و عرضم به حضورتون بقیه نگاه کنید، نفر اول رو نگاه کنید چقدر زیاد درست گفته و اون هوشی که داشته ازش استفاده کرده و رتبه بندیش، خب داخل رتبه بندیش اومده بالا، تعدادی که درست گفته انقدر درست گفته. حالا شما میتونید وایسید تو این 4 روز تموم بشه، جوایز که داد دوباره این رتبه بندیش از اول شروع میشه و شما میتونید توی رنکینگ هم نفرات اول باشید و رقابت بکنید. خب پس اینم از این. بریم سراغ مأموریت ها. مأموریت ها همون تکسان، خب با توجه به اینکه از اینجا میتونید رفرال خودتون رو بذارید داخل کامنت ها یا به دوستانتون بدید و دعوت بشن و 15,000 تا بهتون انرژی میده. اینجا هم که دیلی چک داره، خب اینجا دیلی چک داره، بذارید من بزنم بهتون نشون بدم. اینجا دیلی چک داره و توی دیلی چکش من کلیک بکنم میبینید روز اول 1000 تا انرژی میده، روز دوم 2000 تا انرژی میده، همینطور تا روز دهم. روز دهمش یه باکس، حالا این باکسش دیگه بستگی به شانس شما داره، یا انرژی بهتون میده یا در واقع شاید هم دیدی $، بهتون داد. اوکی. و همش هم قابل نقشوندگی، یعنی چیزی نیست که شما بخواید بگید خب حالا $، گرفتیم چجوری نقدش کنیم، نه، حالا بهتون میگم، جلوتر بریم بهتون میگم. خب شما بخواید انرژی های خودتون رو بیشتر کنید میتونید داخل فضای مجازی که اینجا نوشته شرکت کنید. مثلا برید این استاشن رو فالو کنید، 100,000 تا بهتون انرژی میده. کانال تلگرامشون رو عضو بشید، کانال یوتیوب، توییتر، همینطور اینا رو عضو بشین بهتون، و حتی کانال عضویت در کانال بیت بات، اینا همشون بهتون در واقع انرژی میدن و شما میتونید در واقع این انرژی ها رو ازشون برید خریداری بکنید و تعداد شانس خودتون رو ببرید بالاتر و اینجا بازی کنید. اوکی تا اینجا اوکی. حالا بریم داخل قسمت آخر، لیدر بورد. اوکی اینجا این قسمت آخر لیدر بورد. رو لیدر بورد که کلیک کنید میبینید اینا چقدر انرژی دارن. یعنی شما داخل 2 تا قرعه کشی یا حالا بگیم لیدر بورد یا حالا هر چیزی که هست شما میتونید برنده بشید. یه بار سطح انرژیاتون رو فقط ببرید بالا و از اینجا بیایید بالا، خب و نفر اول بشین، یا یه بارم نه همینجا بازی کنید و این جوایزی که اینجا نوشته رو هفته به هفته در واقع تخصیص میدن، شما میتونید اینو انجام بدید. و توی این مأموریتاش هم خب این پایین که برین میتونید داخل در واقع خود ثبت نام در، بذارید من بهتون نشون بدم، اینجا ثبت نام در بیت 24. حالا من نمیگم ثبت نام کنید، من مثلا میگم که احراز هویت کنید 200 تا دیگه بهتون میده. میبینید دوستان چقدر میتونید انرژی بگیرین. پس انرژی خیلی خوبی ما میتونیم از این تکسا بگیریم و خودمون داخل حالا پیش بینی ها میتونید یا نه داخل اون لیدر بورد اصلیشون خودتون رو بیارید بالاتر. من حالا چیز نمیکنم که خرید و فروش بیاین انجام بدید داخل بیت 24 خب، یا ثبت نام آنچنانی انجام بدین و حتی نگاه کنید دعوت دوست به صرافی هم 300,000 تا بهتون انرژی میده. فقط همین بالایی ها رو هم اگه انجام بدین به نظر من پیش بینی کنید بیاد شانسی بزنید. حالا یا یه سری ها مثلا بلدن تایم فریم هم میارن پایین تر و 5 ثانیه خیلی سخته، ولی تعداد شانساتون بالا باشه میتونید خودتون رو بیارین بالا. مثلا الان من بیت کوین رو افزایشی میزنم با اینکه داره میریزه الان جلو چشام تو تایم فریم 1 دقیقه دیگه، اینا رو دیگه میگم حالا بذاره رفت بالا و اگه دقت کنید ببینید به من 2500 تا دیگه سکه داد و همینطور که ببینید من داخل این جوایز الان 7 تا درست گفتم. اوکی اینجا میزنه که شما چند تا الان درست گفتید. و بیت کوین هم به نظر من سودیه، تا 100,000 تا میتونه بره بالا و بیشتر خودم روند سعودی رو داخل بیت کوین میبینم و من 100K بیت کوین دور از انتظار نیست برای من
همین الان که دارم با تو صحبت کنم بیت کوین 95,667 هزار تا هستش و من تا چند روز دیگه به نظر من خبرهای خیلی خوبی بیاد برای بازار و حالت فاندامنتالی انا منتظر بیت کوین که یه روند بگیره و به نظر من روندمون مثبت میشه و بیشتر خودم داخل این بازی افزایشی رو میزنم. اوکی، بیشتر افزایشی رو میزنم و حالا میبینید 4 تا شانس دیگه بیشتر ندارم و همین 4 تا شانسم مثلا حتی درجا هم بزنه فقط شانس از دست دادید. اوکی، اگه اشتباه هم بزنید شما فقط شانستون پریده. اوکی دوستان، همین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستارتون گلدن باکس.